نایجل. نه. ولی اسم قشنگیه ها. خیلی هم قشنگه ولی منو یاد بچه ننه ها میندازه. هان چطوره؟ ایتاف چطوره؟ به هر زبانی که بگی آشناس. چارلز. یه اسم با ابهت دیگه نمیتونی ایرادی بگیری تام؟ شوخی میکنی؟ هیچ میدونی اسم مستعار چارلز چیه؟ چی؟ چکی. اون وقت هر جا که بخوای صداش کنی بعد بگی چکی. من که جای اون حالم بد میشه. بعد که میره مدرسه بچه ها دستش میندازن هی چکی بزن به چک. لطفا کتاب اسامی رو بذار کنار. فقط به من نگاه کن باشه؟ اولین اسمی که به نظرت میاد چیه؟ کله گنده. حالا نوبت توه. اولین اسمی که به نظرت میرسه چیه؟ سوسیس. تو میخوای اسم بچه‌مون رو سوسیس بذاری؟ میخوام بگم ولی بازم فکر میکنم. تو کتاب توصیه شده بهتره اسمی رو قبل از تولد بچه انتخاب کنی. راحت باش اینقدر به نوشته های کتاب توجه نکن. خودت بهتر میدونی با تحقیق در این مورد بیشتر احساس آرامش میکنم. حالا که حرفش پیش اومد تصمیم گرفتم زایمان بی درد نکنم. چی؟ شنیدی؟ ظاهرا مثل اینکه زایمان طبیعی برای بچه بهتره. ولی همه میگن دردش غیر قابل تحمله. برای بچه دماغ گندمون همه کار میکنم. دماغ گنده؟ وقتی قیافتو نگاه میکردم یهو از دهنم در رفت. تام. سلام تام، حالت چطوره پسر؟ خب قرار ازدواجت با صوفی به کجا؟ معلومه ازدواج کردی. اینو میگن کار حسابی. میدونی اینجوری دیگه میشه رود حساب کرد. وقتی ازدواج میکنی تازه میفهمی زندگی یعنی چی. آره. دیگه بهتر از این نمیشه. راستی من و نامزدم برای ماه آینده ازدواج میکنیم. من اینجا تو همین شرکت روبرویی با سالی $500,000 درآمد دارم کار میکنم. همش هم خرج نامزدم میکنم. خب البته. بذار یه نصیحتی بهت بکنم. میخوای حد اکثر استفاده رو از زندگی ببری؟ البته. خودت راحتو انتخاب کن. جدی میگم من از این نتیجه گرفتم. اینو فراموش نمیکنم. راستی اگه وقت کردی بیا بریم قایق سواری چطوره؟ کشتی تفریحو میارم. عالی میشه. خداحافظ. سالی $500,000 درآمد من که باورم نمیشه. من پسر من توی مدرسه بودم و کودن ترین آدمی بود که من تو عمرم دیدم. حالا کجای راه عوضی رفت؟ عوضش توی آشپز خوبی. آره میدونم. حقش بود کاری که تو دانشگاه بهم پیشنهاد کرده بودن و قبول میکردم. خب بچه‌ها توجه کنید. میخوام به مشتری‌ها تو رستوران حسابی سرویس بدیم. رو شما حساب میکنم. چی شده؟ یکی از مشتری‌ها وقتی غذاشو خورد کلی به من بد و بیرا گفت. این دیگه خیلی مسخره است. بهتره با طرف صحبت کنی. نه منظورم اینه که این دفعه رو معذرت میخوام. تام تو تنها کسی هستی که میتونی از ما حمایت کنی. ما داریم بچه دار میشیم. من باید به فکر مخارج زندگی باشم. چه ربطی به مخارج زندگی تو داره؟ هی من که بهتون پول نمیدم تمام روزو دست به سینه بیستین. هی سامرز میخوام آخر هفته اینجا باشی فهمیدی؟ اما لیون آخر هفته عروسی خواهرمه. اینه باید زمانی بهم میگفتی که داشتم برنامه رو مینوشتم. من که گرفتاری زندگی همتون یادم نمیاد. من میتونم جای اونو پر کنم. ساکت شو سامرز. متاسفم که آخر هفته رو باید بیایی پس هیچی نگو. مقرراتی که من ننوشتم ولی درسته خودم واسه کردم. رایلی اگه میخوای چیزی بگی بعدم نمیاد که به خودم بگی. لیون تو خیلی مزخرفی. تو هم اخراجی. چی؟ تو اخراجی. من که مسئول خانواده 10 نفری تو نیستم که تمام روزو توی اون خرابتون میشینین و تلویزیون تماشا میکنین. بنابراین سریع از اینجا برو بیرون فهمیدی؟ ببخشید هر دو اختیارمون از دست دادیم. حالا بهتر خون سردیمون رو حفظ کنیم. اگرم بخوای میتونم با پیشبندم شما رو تمیز کنم. چی کار کنی؟ منو میزنی؟ من نشونت میدم. بس معذرت میخوام ببخشید خیلی متاسفم. تو هم اخراجی. بیرون. من امیدوارم از غذاتون لذت ببریم. اینجاست. بیا نه نمیخواد مثل دیوونه ها نگام کنی که میدارم میبینم. صوفی میتونم یه سوال ازت بپرسم؟ واقعا فکر میکنی با تام بتونی یه بچه بزرگ کنی؟ قراره سرآشپز بشه. خب پس میشه یه کدبانوی حسابی. نمیخوام خونه داری کنم. دلم میخواد یه مادر تمام وقت بشم. بله البته. چیه؟ فکرشم نکن رفیق. الو حالا
توجه کردی چی گفتن؟ ببخشید به من گفتن آقایی که خیلی شبیه شماست همیشه جلو بخش پرستاری یکی از بهترین پزشکانه. شما اونو میشناسید؟ خودم هستم ولی تا یه دقیقه دیگه میرم خونه. حالا میشه که نری؟ ببخشید جاش اینجا بود. راستش بچه ما قرار نبود الان متولد بشه ولی مثل اینکه داره متولد میشه. خیلی متاسفم ولی شما باید با جراح کشیک صحبت کنی نه با من. وقتی فهمید که فقط 2 دقیقه دیگه. ببخشید نتونستم دکتر دیگه ای پیدا کنم. آقای محترم مگه نمیبینید دارم حرف میزنم؟ مزاحم نشو. برای این موضوع احترام خیلی مجبور شدم نبی شده اون مریضو. این چه کاریه؟ بگیرینش. برو کنار. برو کنار. دکتر پیدا کردم. ممکنه به من کمک کنین؟ خواهش میکنم. حالم خیلی بهتر. ازتون سپاسگزارم. خوشحالم که تونستم کاری بکنم. صوفیا شما میتونید اونو به جرم سرقت از یه پزشک حاضر ببرید. منو ببخشید. اون میخواست به من کمک کنه. میخوان زمان تولد بچهش اینجا نباشه. منظورم اینه که بهتره کوتاه بیاید. صوفیا ما هنوز اسمی برای پسرمون انتخاب نکردیم. شما اسمتون چیه دکتر؟ چارلز. خیلی ببخشید فامیلیتون چیه؟ الیور. سلام مادر چقدر خوشگله. امروز سر کار یه ماجرای اتفاق افتاد. بالاخره دنیا که اینطوری نمیونه. مهم اینه که ما دارای یک پسر کوچولوی نازنین خوشتیپ و خوشگل شدیم. درسته؟ ما تصمیم گرفتیم من خونه بمونم و بچه داری کنم تو هم هزینه زندگیمونه تامین کنی. ولی صوفی اگه درست فکر کنیم متوجه میشی که همیشه از درست فکر کردن حرف میزنی. اول که موضوع کار در موزه بود، بعدش خواستی وارد خدمات اجتماعی بشی، آخر سرم تصمیم گرفتی نویسنده این مجله بشی، بعدم کارت به کتککاری با فوتبالیستا کشید. آخه اونا انگار از دماغ فیل افتاده بودن. بازی من از اونو بهتر بود. هر کاری از نظر توی عیبی داره مرتب بهانه میگیری. مگه دیگران چیکار میکنن؟ بالاخره یه جوری خودشون رو با محیط کارشون بهت میدن. خیلی‌ها از کارشون راضی نیستن و چشم به دیدن رئیسشون رو ندارن. تام باشه درسته. ولی از کجا میدونی اینا همه تو سرنوشت من نباشه؟ این سرنوشت چیو میخواد به تو حالی کنه؟ شاید میخواد حالیم کنه دیگه وقتش از این شهر بریم. بالاخره مجبورم کار پیشنهادی پدر جنابعالی رو قبول کنم. این خدای من کوچی داره نگاه کنید. کوچولو وسایلتون سعی سالم رسیده. البته چیز زیادی هم نیست. پدر دیگه این حرفا نزنی. مبله مال کیه؟ سورپرایز. یه هدیه کوچولو برای تزیین خونه‌تونه. میدونه کار کردن واقعا انسان متحول میکنه چون همه چیز که پول نیست. درست نمیگم؟ بهتره هر کسی یه هدفی داشته باشه تا اونو به جایی برسونه و بهش بباله. پدر شما که میدونی من قبلا چه شغلی داشتم. من که راجع به آشپزی حرف نمیزنم. دارم درباره یه کار حسابی حرف اون سرآشپز بود نه آشپز معمولی. خب هر دو یکیه. به نظر من آشپزی یکی از اون کارهای واقعا خوبه. بذار اطلاعاتی در اختیارت بذارم. خوب به این دختر نازنین نگاه کنی. تو هیچ میدونی همسرت 5مین دختری بود که در مسابقات ریاضی از همه بیشتر امتیاز و از همه بیشتر. بله خوب میدونم باب. آخه ما تو یه دانشکده بودیم. چیزی کوچولو میاد با تو بازی کنی. چیک چیک لطفا منو نخور. آخه من غذای بزرگترم. هیچ میدونی چه کسی رو مسئول آموزش شرکت کردم؟ چیپ ساندرز. عالیه. برام آرزوی موفقیت کن. موفق باش. دلم براتون تنگ میشه. سلام. به خونه دومت خوش آمدید. متشکرم. خواهش میکنم. یادم رفت بهت بگم که زیاد رسمی نیه اینجا.
پس اینجا باید با لباس معمولی کار کرد؟ منظورم این نیست. موضوع مربوط به پشتیبانی از کسب و کاره، مربوط به اینه که آدم به طرز شایسته‌ای فقط خودش باشه. اینم نوعی روش کار دیگه. قبول داری؟ میدونی سال هاست که من زودتر از همه سر کار حاضر شدم، ولی متاسفانه یکی دیگه جای منو گرفت. اسمش هست دان وول بین. بچه ها میخوام با تام رایلی آشنا بشین، همکار تازه در بخش خلاقیت. تام؟ اینم دایگه. میخوای چیکار کنم؟ عالی بود منی. بهترین پاسه بگیری. بدون یاد بگیری تام، اون توپ انرژیه که تمام روز توی دفتر دست به دست میچرخه، یه روشی که از قبل اینجا مرسوم بوده. چطور دست به کار جدید بزنی؟ مثلا تمام دنیا رو یه جور زیر رو کنی. آره. خدا به دادم برسه. مردم دیگه علاقه به ماهی بریان شده ندارن. دانم گفته بهتره نوع غذای شرکت رو عوض کنیم. من اسم اونو گذاشتم بمب غذا برای نوجوانان. خوبه؟ نوجوانان. اینو میگن مبارزه. دلم میخواد کسی رو که تازه به سمت خلاقیت‌های اجتماعی انتخاب شده رو به شما معرفی کنم. تام رایلی. متشکرم. از همتون سپاسگزارم. مطمئنم که من لطفاً بشین حرف بزنیم. هی تام بگیره. اولیه نه؟ حالا خودت بگیر. چرا نشستی رفیق؟ بپر توپو بردار. متاسفانه نمیتونم. از 5 سالگی با این صندلی زندگی کردم تا هنوز خودم رو معرفی نکردم. حالا آشنا میشیم. من چیپ ساندرز هستم. این کسیه که باید زیر نظرش کار. هی چیپ، از اتفاق کمی الان افتاد. متاسفم، حرف احمقانه ای زدم، ببخشید. ما در شرکت خودمون عذرخواهی نمی کنیم تا میدونی ژاپنیا واژه خوبی برای این دارن، موشو واکی. یعنی نه تنها متاسفی بلکه مسئولیت پذیرم هستی. تو این شرکت اگر احساس کنی مرتکب خطایی شدی یک کلمه می نویسی، فقط موشو واکی روی این کاغذ زرد. بیا بگیرش، کلمه رم بنویس. چیپ معذرت میخوام چون من اشتباه کردم. بدون حرف این کار رو بکن. تا هم حتی فکرشم نکن. اگه قرار باشه هر کسی شوخی بکنه من ناراحت بشم دیگه شب خوابم نمیبره. من که شوخی نکردم، فقط نمیدونستم. قرار زیر دست بهترین ها کار بکن. این چیه؟ واکس زدی روغن؟ ببخشید. چیپ امسال تونسته جایزه بهترین آگهی بازرگانی رو بگیره. تبریک میگم. هر کسی دیگه هم میتونه. این مرد ایده گوجه فرنگی درشت رو پیشنهاد کرد. عروسکی که همه جا فروش داره. حالا میام میخورم. خیلی خوبه. من که خیلی خوشم. خودم بهش افتخار میکنم چون که تو غذای مورد علاقه مردم و در سلامتیشون نقش مهمی داره. واقعا قشنگه، ایده جالبیه، خیلی خوبه. خوبه که آدم کارش خوب باشه و سعی کنه بهترم بشه. الان میام پیشه. جونم، تو بیدار شدی؟ عزیزم کاراتو کردی. میخوای مامان پوشاک تو عوض کنه؟ میخوای دوباره بخوابی؟ باشه، حالا حمومت میکنم، بعدش دوباره آروم بخواب. خب اون وقت بود که آقا موشه با یه عالم خوراکی برگشت. حتی یک کلمه هم از قصه رو نشنیدیم. گفت اگر جانسون منو بپذیره علتش اینه که بودجه ندارن، در حالی که سال قبل 6% هم سود بردن. تو با سوفیا کرالسی ازدواج کردی. راستی که مرد خوشبختی هستی. متشکرم. زندگی خوبی دارید؟ البته. و تونستی هرچی که میخواد فراهم کنی؟ خب معلومه چیپ. خب گوش کن، برای من مهم نیست که تو این کارو چطوری به دست آوردی. فقط میخوام بدونی اصلا اهمیتی نداره این کارو به خاطر روابط خانوادگی گرفته باشی، ولی اهمیت موضوع در اینه که تو اینجا هستی. خب منم خیلی هیجان زدم و حاضرم هر کاری که به من بگی انجام. قبل از کار باید خیلی چیزا یاد بگیری. ببینم تو بازی یارانه بچه رو بلدی؟ بله. من آگی هستم، تو هم بچیا. ما فعلا در مرحله واکسن زدن و پاک کردن هستیم. پیام بازرگانی باید از قلبت باشه. هیچ وقت چیزی از مغزت تراوش نمیکنه.
سلام. سلام. داری چی کار میکنی؟ هیچ. اون ترقه است؟ آره. چه خوب؟ خوب نیست و کار بدیه، ولی پدر نمیذاره تلویزیون نگاه کنه. خیلی مسخره است. درسته. منم بلدم این کارو بکنم. جوامون عوض؟ شوخی کردم. روزایی که مدرسه بازی پیش مادرم زندگی میکنم، در عوض تابستون پیش پدرم هستم، ولی اونم گرفتار کارشو مرتب کار میکنه. انقدر سر شلوغی که واسه من اصلا وقت نداره. هی بگیرش. بذارش زمین. راستی من اسمم کارولین. هی تام، میخوام نصیحتی بهت بکنم، از اینجا فرار کن، هر چی زودتر بهتر. شوخی کردم. باور کن. وای بهتر از این نمیشه. یه نفر داریم ماستشو برداره. لطفا راه باز کنین. متشکرم. حالتون چطور بچه؟ نه؟ ممکنه شما 2 نفر ماست منو خورده باشین؟ این ماست مال شماست؟ راستش باب گفته بود خوراکی یخچال برای همه است. من خیلی متاسفم. شیرینی برای همه است، ولی همه میدونن که ماست متعلق به منه. گوش کن، من مقصرم، تو یه تازه واردی. الان میرم یکی میخرم. نه من مسئول آشنا کردن تو به محیط کار هستم. باید بهت میگفتم، پس اشتباه از من بوده. نه خواهش میکنم، میتونی بقیهشو بخوری. تو که بیشترشو خوردی، بهتره بقیه‌شو هم بخوری. نوش جون. ماست با مزه هلو عالیه. زیاد ناراحت نشو. اون کیه؟ اگه گفتی؟ سلام پدر. پدر کارتون چطور بود؟ اگه بدونی من چی کارا کردم؟ پدرم خیلی دوستش داره، درست مثل پسری که هرگز نداشت. منو چی؟ موضوع فرق میکنه، تو دامادشی. چی پسر خوبیه، ولی خب من نمیدونم، به نظر میرسید عصبانی و ناراحت. شاید اگه تو هم پاتو از دست داده بودی همین حال روزو داشتی. موضوع این نیست. با این که آدم خوبیه، نمیدونم، شاید مشکل خاصی داره. تام، این اولین هفته است که رفتی سر کار، امیدوارم دیگه با کسی دعوا نکنی. من که حرف بدی دربارش نزدم. خب هر کسی مشکلی داره، خود منم دارم. من آدم کم طاقتیم. سلام. اون بچه کیه؟ اسمش وزلیه، پدرش نمیذاره تلویزیون نگاه کنیم. من با این شیوه برای تشویق مصرف کنندگان به خرید موافق نیست. به یاد دارید ما در این مورد چی گفتیم؟ یه فروش 2000% خوبه. ما از 3 راهکار مختلف استفاده می‌کنیم: آگهی‌های سال‌های قبل، مشارکت در تولید و فروش سهام. ولی من اینجا 4 تا راهکار می‌بینم. تماس مستقیم پستی هم نه هست. اون جزء این روشا نیست. اما وجود داره. نه نداره. راستش چی؟ اگه مثل من گزارشو با دقت خونده بودی متوجه می‌شدی. منظورم صفحات 23 تا 29 در مورد تماس پستی اصلا از مکاتبات بی‌بارد خوشم نمیاد. مکاتبات بی‌بارد یعنی تماس مستقیم پستی که تایید نمی‌کنم. پسرم نوشته که میتونید این کارو بکنید. جلسه مختوم است. خداحافظ. خیلی میبخشید، مثل که نباید این حرفو میزدم. اون گزارش بخش توزیع کالامونه تهیه کرده. این روش 4 مربوط به واحد توزیع کالاست. آقای هاوس خواسته بود راجع به تماس پستی مستقیم چیزی به پدرشون نگیم. ما هم نگفتیم، چون اگه ظرف 5 سال این روش جا بیفته آقای نوریسون نابود میشه. من هنوز دارم حرفاتونو میشنوم. به نظر من حسابی این پرونده برای همیشه بسته شد. خیلی عذر میخوام. منظورم مشواکیه. مینویسم مشواکی رو مینویسم. بابا اگه کسی قراره مشواکی بنویسه من هستم، نه تو. تا مسئولیت تو با منه. چه خواهش میکنم. اون بود که موضوع رو مطرح کرد. همه چیز در این مورد نابود شد. نمیخوام یادآوری کنم اون در روز دوم خدمت کاری کرد که یکی از مهمترین مشتریامون از دست. نه شما نباید گناهی مشکل به گردن بگیرید. من درستش میکنم. امکان نداره. چی؟ داماد منه، خودم باید گندکاریاشو یه جوری رفع بکنم. متشکرم باب. بهتره برگردیم سر کار. هی سلام. کافیه. دلم میخواد بازم بریزم، خوشمزه تر بشه. هیچ وقت نشده که تو خونه با خانواده‌ات باشی، درسته وزلی؟ مادر وزلی در نیوجرسیه، پدرش هم تا دیر وقت کار میکنه. جدی؟ خوشحالم که پیش ما میمونی.
به خانواده ما خوش اومدی وزلی. متشکرم تام. راستی میخوای یه چیزی نشونتون بدم که نظیرشو ندیده باشی؟ باشه نشون بده. این کارو نکن، اذیت میشی. چه حرکت جالبی. یه دقیقه صبر کن. خودشه. میخوای چیکار کنی؟ این چیزیه که مردم دوست دارن ببینن. میخوام ازش فیلم بگیرم. باید به من قول بدی دیگه این کارو نکنی، باشه؟ 2 مرتبه این کارو بکن. راستش حالم زیاد خوب. بس کن، اینو برای کارم لازم دارم. نمیدونم چی بگم. یه انعام خوب داری. تام موافقم. چرا داری میدوی پسر؟ سلام. وقتی گفتم ساعت 7:45 یعنی 7:45 نه 7:47. معذرت میخوام، یه طرح خیلی جالب برای کار آگهیمون پیدا کردم. یه چیزی بسیار من از هر چیز میخواد آروم باشی. اتفاقا خیلی هم آرومم. اگه بخوایم الان روی موضوع بحث کنیم بیفایده است، برای اینکه امروز روز کاری نیست. در عوض روزیه که آدم باید خودشو بسازه، حسابی مردونه ورزش کنی. تام تو که میدونی مردونه ورزش کردن یعنی چی؟ البته اگه کلکی در کار نباشه. معلومه کلکی در کار نیست. من به جای پاهم از صندلی چرخدار استفاده میکنم. نمیتونم کلکی بزنم، فهمیدی؟ حالا هر جور که تو یا رفقا دربارش فکر میکنی مهم نیست. حالا قراره بسکتبال بازی کنی. بسکتبال بازی کنی؟ درسته؟ خیلی هم خوبه. از کی تا حالا بسکتبال بازی میکنی؟ ممکنه در برم نگه دارید؟ متشکرم. چیپ نمیشه. تا هم میشه. قبلا هم به بچه ها گفته بودم که تو هم بازی میکنی یا خوشت وجدانم ناراحت میشه اگه این کارو بکنم. منظورت از اینکه وجدانت ناراحت میشه چیه؟ کاری که ما همیشه انجام میدیم. خوش میگذره پسر؟ همشون این کار خوششون میاد. البته که خوششون میاد. شاید تو خوشت نمیاد. نکنه افسردی؟ بس دیگه، برو اونجا روی صندلی بشین و آماده باش. مقررات بازی هیچ تفاوتی نداره و باید مرتب پاس بدی. بازیکنی که توپ دستشه نمیتونه بیشتر از 2 دفعه تو رو هول بده. حالا توپو از هر طرف گرفته باشه، چه یه دستی یا 2 دستی یا در جهات مختلف، مگه اینکه توپو زمین زده باشه. فهمیدی؟ عملاً وقتی میتونه پشت سر هم هولت بده که توپ یه بار زمین خورده باشه. اینو باید خوب فهمیده باشی. راستی در طول بازی بهتره پاهات حرکت نکنه، چون اینو ضعف بازیکن میدونن. بچه‌ها خدا کمکم کنه. با دوستم آشنا بشین. سلام. خیلی خوب گوش کنین. من با ادی و یار جدیدی که اومده بازی میکنم. شما هم با سرهنگ. یاره توه. ببینم حالت خوبه؟ نه. میتونی گل بزنی؟ نه. خوب پاس میدی؟ نه. خوب دفاع میکنی؟ نه من تازه کارم. ازت خوشم اومد. متشکرم. آدم صادقی هستی، صاف و رو راستش از حق بازا خوشم نمیاد. منم از حق بازا خوشم نمیاد. بهتره سعی خودتو بکنی در ضمن دستتو از رو توقه بردار، چون ممکنه در حمله زخمی بشی. بچه ها شروع میکنیم. آخه مثلا ما هم تیمی. بچه ها بدادم برسید. اینجا دارن منو میکشم. خوبه پس بده. حالا بگیرش. نگاه کن چه جوری جا خالی میده. خوب نگاه کن. بده من. بفرما. من الان گل میزنم. نگاه کن. خوب نگاه کن. اون نگاه باید باسی رو یاد بگیری، فهمیدی؟ دامنم بیا. بده من رفیق. بچه ها تونتر. خوبه باشه. بکشید جلو. زود باش من. از این اتفاقا بیافته. پسر حرکت کن بانستو. خیلی خوب 10-10 مساوی شدی. بگیرش. خب هر کی امتیاز بیاره برنده است. برو خوبه. حالا مارتن عالی بود. بیا بگیرش شدی. از دستت رفت. اینطوری نباید بازی کنی. خوب نگاه کن. بگیرش. جلو خودت گل زدم. بچه ها اون پاهاش حرکت کرد. چی داری میگی؟ میتونی راه بری؟ مثل اینکه سوء تفاهمی پیش اومده. چی ممکنه براشون توضیح بدی؟ بچه توی درد سر افتادی. در مدت دفاع فقط تونستم 5 ثانیه ولت کنم بعد از اینکه زمین خوردی. اگه من نبودم سرهنگ تو رو خفه کرده بود. نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم. چی؟ حرفش هم نزن، تو دوست من نیست.
شما کی باشید؟ خورد به صورتم. این که چیزی نیست، ولی اگه واقعا دلت میخواد بفهمی که چه ضرباتی ممکنه به صورت آدم بخوره، بهتره برای بازی‌های زمستانی به هیمالیا بری. تو به این کار علاقه‌مندم کردی. در مورد صورتتون متاسفم. خودشه، رئیسه. توجه کنید، مزه خیارشور خوشمزه عالیه و مصرف زیادی داره، به خصوص با گوجه فرنگی درشت. هر دوشون در غذای مکزیکی نقش مهمی دارن. خیارشور خوشمزه عاشق پراپاقرص استیکه، به خصوص از سقوط آزاد لذت میبره. مهمتر از همه باعث میشه از غذاتون لذت ببرید. عالیه. متشکرم. اینو میگن پیام بازرگانی. کاملا درست. مردم از آگهی‌ها زیاد خوششون نمیاد. بله اینم درست. من چیز جالبی تهیه کردم. این آقا کی باشن؟ ایشون تام رایلی همکارمون در قسمت خلاقیت‌های اجتماعی هستن. در واقع تام آدم سازنده‌ایه. حالا میشه گفت همکارمون در خلاقیت هاست آقای رایلی. بد نیست به گفته های این آقا هم گوش بدیم. میخوام بدونم چی داره بگه. باشه متشکرم. راستش دیدم بچه این کارو کرده. همین پیروز بود که این حرکت جالب دیدم. راستش خودم هم نمیدونم، به نظر من که یه حرکت خوشمزه خنده داره. تا نظر شما چی باشه؟ غیر ممکنه. بله. متشکرم. تامی موفق شد. تام میخوام فردا برای نهار بری پیش جک کورنر این صحنه رو نشونش بدی. چیپ؟ قربان. تو و تام برنده این آگهی هستین. برنده هستی؟ دیگه بهتر از این نمیشه. تو دوچرخه سواری میکنی؟ بله، هر وقت فرصتی پیش بیاد میرم بچرخم. یه مسیر دوچرخه سواری جالب این طرفا وجود داره. من همیشه میرم. تو هم بهتره گاهی بری. چشم. متشکرم. دوچرخه. امیدوارم ناراحت نشده باشی. راستش تو درباره خیارشور فکر جالبی کردی، خیلی خوبه. به نظر من باید تام بذار یه چیزی بهت بگم. اگه فکر کردی موضوع خیارشور برای من مهمه، باید بگم اشتباه میکنی. فهمیدی؟ چون هر شب 1000 جور از این خوابا میبینم که به مفت نمیارزه. من منتظر روزی هستم که جوابم از بارسلون برسه و اون وقت همچین میرم که دیگه شاهد این آگهی‌ها نباشم. اصلا نفهمیدم راجع به چی داره حرف یکی از شرکت‌های بارسلون آگهی داده بود و جیپ هم از اون شرکت تقاضای کار کرده. مثلا قراره کسی چیزی در این مورد ندونه، ولی خودم دیدم چیزایی رو برای اونو پست کرده که مال خودش نبوده. قراره اونا ارزشیابیش کنه. اینطور که معلومه اون دیوونه داری به من میگی؟ حسابی دیوونه است. از کجا فهمیدی؟ نانسی پارسالینو گفت. اونا قرار بود ازدواج کنن که نانسی منصرف شد. میگفت درسته که مرتب از اون دستاش کمک میگیره تا کمبوداشو جبران کنه، ولی بفهمی نفهمی پاهاشو دیده که حرکت دیگه نمیخوام در این مورد چیزی بشنوم. یعنی چی؟ چیزی شده؟ یه نفر وسایل منو جابجا کرده. تام به خاطر اینکه تو رو استخدام کردم همه تشکر میکنم. عالیه. میدونی از وقتی که تو اون پستو گرفتی کار من خیلی راحت در شده. خیلی. فقط بازم بهت بگم که به نظر من کارتو خوب انجام میدی پسرم. خیلی ازتون متشکرم پدر. نهنگامو نشونت دادم؟ چی؟ هنوز نهنگامو نشونت ندادم پسر. نه. گاهی اوقات اینجا میشینم و به اینها خیره میشم. اگر بدونی چه آرامشی داره. روشون اسم گذاشتم. اون اسم بمیری. حالتون خوبه؟ این چراغ لعنتی برق داشت. آروم عزیزم. سلام. سلام همسرم. سلام بر فرزندم. پدر خانه است. خیلی گریه میکنه. چی شده عزیزم؟ چیه؟ چرا گریه میکنی؟ چرا ناراحتی؟ ها بیا 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 آخه شوخای
بعد اینکه منو مسئول تبلیغات کرد از من خواست با اون برم دوچرخه سواری. چقدر دادی؟ عزیزم واسه این دوچرخه فقط 1500 تا دادم. امتحانش کن ببین چی میره. توقش تاب بر نمیداره، کارای توقهاش حرف نداره. تو حالا تو کوه دوچرخه سواری نکردی؟ میدونی چیه؟ حالا دیگه نمیخوام دوچرخه رو پس بدم، چون فکر میکنم ورزش خیلی برای آدم مهمه و به درد کار و آینده. اگه بدونی چه روز بدی داشتم. یکی از آشناها سر کلش پیدا شد، ازم خواست تو جلسه آموزشی مادران شرکت کنم. همه منو یه مادر ضعیف میدونستن. تو بهترین مادر روی زمینی. حالا دیگه پدر میخواد برای دوچرخه سواری با بولبین به کوه بره، چیپم میخواد برای دوچرخه سواری بیاد. از اینکه دوباره میبینمت خوشحالم جک. حالتون چطوره؟ خواهش میکنم با تام رایلی که در برنامه کمکمون کرده آشنا بشید. از اسم رایلی معلومه که خون اسکاتلندی در رگات جریان داره. درسته، پدرم اسکاتلندی بوده، یه خورده از خلبازیاش به بنده رسیده. ما با هم شوخی داریم؟ نه معذرت میخوام، آخه من ادای این لهجه رو در آوردم. چرا؟ نمیدونم چراشو نمیدونم. شوخی بی جای بود جک، ولی از برنامه جدید خوشم آمده. مطمئن هستم که تو هم عاشقش میشی. واقعا خارق العاده است. باور نکردنیه. درسته وقتی اون بچه رو دیدم گفتم باید خودش باشه. ما همیشه گفتیم چهره‌های جدید جلب توجه میکنن. کارتون عالیه چیپ. خیلی متشکرم جک. ببخشید با اجازه من دیگه باید برم. جک؟ بله البته. آره راستی تام ممکنه لطفاً یه زحمت بکشی راهبرد نفوذ در بازار رو توجیه کنی؟ نحوه کاربرد نفوذ در بازار، چیزی که در بازاریابی امروز نقش مهمی رو بازی میکنه وارد شدن به بازاره. بهتر از طرح طولانی مدت صحبت کنیم، چون مطمئن هستیم که حد اکثر ب رو میبریم، یعنی بهره. کلمه بها نیست؟ شما داریم به مرحله یا فاز پیشنهادات واصله فکر میکنین، در حالی که این حداقله. بس بهتر اینو بنویسی، ممکنه یادتون بره. و اما نمودار بعدی اینم مربوط به جیم و کافه، همینه دیگه. نمودار بعدی. شما درباره راهکارهای نفوذی به بازار با کریس مذاکره کردین؟ کریس کاول. منظورشون مدیر تحقیقات بازاریابیه. کریس خودمونو میگی؟ بله همین امروز تو با آقای کریس خودمون در میان گذاشتم، خیلی پسندید. کریس کاول یه خانومه. درست. خب پس چرا گفتی آقایه؟ ما از این شوخی ها اینجا زیاد داریم. خب همه کریس و آقا صدا میکنن چون قیافش این مرداست. چی بفهمی نفهمی یه خوردم رفتار شبیه مرداست. البته درست میشه، البته این اواخر خیلی بهتر شده بود. میدونین در هر صورت ما به وجود کریس افتخار میکنیم، جز افتخارم کاری نداریم بکنیم. تا معذرت میخوام که لقمه رو ازت قاپیدم، ولی بگو جلسه چطور تموم شد؟ میخواستی چطوری تموم بشه؟ چیپ کاری اونجا کردی که حسابی آب ببره. معذرت میخوام، یه کار پزشکی فوری بود. آره درسته، ولی چه نوع کار پزشکی؟ راستشو بخوای زیاد دوست ندارم جلوی مردم حرف بزنم، ولی موضوع اینه که گاهی دچار فشار در مثانه میشم و خیلی عذابم میده، با اینکه خیلی ناراحت کننده است، ولی برای کسایی که فرج هستن این مسائل یه امر عادیه. حالا بهتره منو نگاه کنی عزیزم. وقتی که بزرگتر شد وقت متوجه میشی پدرت هیچ وقت نفهمید داره چی کار میکنه.
راستش دیگه حاضر نیستم برگردم اونجا. درسته که نمیخوام برگردم، ولی خرج تو رو از کجا در بیارم؟ اصلا چطور اینجا بشینم و فقط فکر کنم باشه عزیزم؟ جک امروز صبح تلفن کرد و تو رو یک کودن خطاب کرد. آخه تو چه مرگی؟ مشوکی با، ولی چیپ حسابی منو تو دام. جک میگفت مادرشو دست انداختی، تو گفتی مثل مرداست. درست نگفتی، چون من فقط گفتم کریس کابل مثل مردا نیست. میدونم، ولی فکر کردم کریس کابل یه مرده، چون معمولا کریس اسم مرداست. چی داری میگی؟ 3 از سازندگان نقاشی متحرک امروز صبح به من مراجعه کردن، گفتن تو چیپو برای اینکه فلجه مسخره کردی. داره کارشکنی. چیپ رئیست اومده پیش من، راه چاره‌ای میخواد، باید جلو پاش بذاریم یا نه؟ چرا اینو درک نمی‌کنین؟ اینم یکی از نقشه هاش، اون میتونه مخ آدمو بزنه. ممکنه برای تو مهم نباشه، ولی من تمام کار زندگیم روی استخدام تو گذاشتم. 100 کیلومتر راه با خانواده طی کردی تا بیا اینجا همه از دستت گرفتار بشن. داشتیم دست اون نمیشستیم. آره تازه از کار نظافت خونه خلاص شدم. راستی میخوام ببینم پاملا برگشته سر کار یادم. آره حالا دیگه نه اون یکی پرونده رو میگم. نه عزیزم معذرت میخوام، ممکنه بعداً باهات تماس بگیرم. حتما. تام یه دقیقه صبر کن. از این حوادثی که پیش اومده ناراحتی؟ آره هی فکر می‌کردم تو بیشتر از اینه تو عقد بیاری رفیق. میدونی چی احساس میکنم؟ جای من اینجا نیست. درست حرف دل منو زدی. تو تمام شرکت به تو وابسته. چی داری میگی؟ واقعا اینطور فکر میکنی؟ ببین اگه میخوای در برابر دیگران آرامش داشته باشی کافی اینه بزنی به سرت. میخوای امتحان کنی؟ نه ارزونی خودت، مال خودت. مشکل اینه که نمیتونم با چیپ کنار بیام. همین باعث شده که تمام کار و زحماتم دیده نشه. آره بهتره یه سری به شهرهای شمالی بزنی، آدم اونجا دردسرش کمتره. جدی؟ بله معلومه، بهترین جا برای زندگیه. سوفیا یادت باشه که هرچی بیشتر نفس عمیق بکشی بهتر میتونی داد بزنی. نفستو بده بیرون. درسته، منتها وقتی که واقعا بخندم نه وانمود کنم میخندم. راستش متوجه شدم که الیور اونقدرام شاد نیست. ندیدم اصلا لبخندی بزنه. اون همیشه لبخند میزنه، همین الانم داره لبخند میزنه. نه میدونم که از این حرف خوشت نیومد صوفی، ولی تو آدم زیاد خوشحالی نیستی. برای همینه که فکر میکنم مناسب جمع ما نیستی. میدونم که تو هم زیاد خوشت نمیاد، ولی پسر در نهایت زشتی به خودت رفته. اصلا مهم نیست. داریم میریم خونه عزیزم. آقا خرسه رو ببین، آقا خرسه اومده. چی با خودش آورده؟ این برای ضد عصبانیته بهترین راه برای به دست آوردن آرامشه. حالا میتونیم با این عبارت جمله رو تموم کنیم. باید بگم که بعدم همدیگه رو میزنیم. فهمیدین؟ سوفیا اول تو شروع کن. باید بگم که میتونی دوچرخه‌تو نگه داری. میتونه واقعیت باشه. خوبه تام شروع کن. من باید بگم که بعضی وقتا از غر زدنات کلافه میشم. باید بگم با اوضاعی که راه انداختی انتظار بهتری داشتی. تو که تو فشار دوست همسایه ها نیستی که بفهمی. عالیه، بهتر از این نمیشه. تو هم مثل بقیه طرف چیپو میگیری. طرف چیپ؟ نه بله. باید بگم اون به دیگران حسادت میکنه. قرار نبود بزنی تو صورتش. باید بگم تو گولم زدی تا بیام اینجا. خواهش میکنم دیگه منو نزنه. خواهش کردم دیگه منو نزنه. ولی آموزنده بود. آره اینو از سر را برداشتم. من زندگیمونو دوست دارم. منم همینطور. ولی تو خوشحالی؟ راستشو بگو. من صبر کن، شاید پرستار بچه باشه. الو؟
نمیدم. نمیدونم چی کار کنم. تام مرد عمله و دلم میخواد در اون جلسه شرکت داشته باشه. این نوار رو خودت نگهدار و روش برچسب بچسبون و تکثیرش کن. باشه. کجا میری وزلی؟ راستش خیلی دلم میخواد اون شاهکار خوردن همبرگر رو برام تکرار کنی. نمیتونم. منظوری چیه که نمیتونی؟ آخه دیگه گوشت نمیخوره. چی؟ آخه تو تلویزیون دیدم که گوشت زیاد برای بدن ضرر داره. تو از همین دیروز سبزی خوار شدی؟ آره مگه اشکالی داره؟ خب باشه اینی که آوردم سبزی برگره. نه وزلی تو میتونی مثل هنرپیشه ها آدم مشهوری بشی. باور کن. تام انجام این خواسته ممکن نیست. پایان مذاکره است. نفهمیدم حالا زبونم در آوردی. کیک بده ببینم. مال خودمه. وقتی بهت پس میدم که همبرگر رو بخوری. کجا در میری؟ هی رفیق وزلی هنوز حرفا با تو تموم نشده. با پسرم چی کار داری؟ هی من تازه همسایتون شدم. از آشناییتون خوشوقتم. فقط داشتم با وزلی حرف میزدم. تام؟ بله. تو داشتی سر وزلی داد میزدی؟ مجبورم با اون بچه صحبت کنم. کارش در عالم هنر بی‌نظیره. راجع به چی حرف میزنی؟ تصادفاً رو نوار وزلی یه فیلم دیگه گرفتم پاک شده. بعد یه مرتبه دیگه فیلم بگیرم. اگه نمیخواد این کارو بکنی بهتر یه نفر دیگه رو پیدا کنی. درسته عزیزم. هر کدوم از اون بچه‌ها رو بیارم میتونه یه همبرگر رو درست قورت بده. راستش میدونم که تمام بچه‌های محل این کارو بلدن. بهتر آرامش تو حفظ کنی. این حرکات مناسب تو نیست. حرکات من دیوونگی یا اون موشی نیم وجبی؟ ببین کیه. سلام. شوهرتون پسر منو بدجوری ترسونده. اسکیتش هم گرفته. تام اومد. برای من یکی قابل قبول نیست. فیلمو به باب دادم ولی گم کرده. نمیدونم چیکار کنم. با کفش نمیشه. ما ردی را پیدا کردیم. معلومه که یه نفر کلیه اوراقو دست زده. لعنتی. خدای بزرگ. تصادف دیگه. نه اشتباهات بزرگی رخ داده تام. اول هفته هم اتفاقات بزرگی پیش اومده. دیگه خسته شدم. دک خودم درستش میکنم. این که مشکلی نیست. کافی یه بار دیگه از وزلی فیلم بگیرم. باور کنین خودم درستش میکنم. فوری برو کمک بیار. بدو زود باش. من که کاری با تو ندارم وزلی. فقط میخوام حرف بزنم. ببین چی دارم. $1000 پول دارم که از حساب بانکی خودم برداشتم. ها؟ همش مال تو. خب حالا چی میگی؟ وکیلم گفت نباید با شما حرف بزنم رفیق. وکیله؟ البته که میدونم. آره میدونم. مادر تام اومده خونه. بعدم به تلفن میزنم. پدرم رو اخراج کردن. چی؟ من که گفتم صبر کنین خودم کارا رو درست میکنم. یه جا آتیش گرفته. پدر منو مقصر میدونن. خدای من راجع به این موضوع نیست. از این حوادث کوچیک گاهی پیش میاد. مهم نیست. مربوط به ویدیوی وزلیه؟ چی؟ خودت گفتی روی نوار ویدیوی وزلی فیلم گرفتی. آره میدونم ولی چیزی رو که میخوام حالیت کنم اینه که موضوع فقط مربوط به یه مورد نیست. خب پس در مورد نوار ویدیو پدرم مقصر نیست درسته؟ سوفیا موضوع خیلی پیچیده است. خب بگو ببینم اینو بهش گفتی یا نه؟ چه فرقی میکرد؟
هست. تو بعیده تام. میدونی چیه سوفیا؟ اگه در ظرف دوباره از بسلی کمکم میکردی هیچ کدوم از این حوادث پیش نمیامد. دیوونه شدی. پدرتو اخراج کردم، منو مقصر میدونی. شاید میخوای منم بندازی بیرون. سعی کردم درستش کنم ولی موفق نشدم و متاسفم. همه این کارا رو به خاطر تو میکنم سوفیا. تو برای خودت و اولیور راحت زندگی میکنی خوشی، در حالی که من از کاری که دارم میکنم متنفرم. فکر کردی از این کار احمقانه خوشم میاد؟ نه اصلا، من دارم زجر میکشم. سوفیا، میخوام برم خونه پدر مادرم. هر وقت آروم شدی تلفن کن. با این همه عجله کجا داری میری تام؟ چه تصادفی که تو رو میبینم. چی؟ راستی حال پدرزن چطوره تام؟ خیلی نگرانشم. به لطف تو بد نیست. نگران کاری تام؟ راستش شنیدم یه سری مشکلات روحی پیدا کردی و دنبال دکتر خوب میگردی. مربوط به کار نیست دیگه. چی؟ تو خانواده دچار مشکل شدی. اگه دوست داشته باشی میتونم کمکت کنم و چند تا دکتر خوب و متخصص بهت معرفی کنم. به دکترای تو احتیاج ندارم. وقتی فکرشو میکنم که خانوادت از دست تو چه زجری میکشن دلم براشون میسوزه. قسم میخورم اگه یه دفعه دیگه تو زندگی من دخالت کنی بیچاره. اصلا چی کار میکنی تام؟ یواشکی با دوربینت فیلم برداری میکنی؟ این از کجا فهمیدی؟ خودت فکر کن. این از کجا فهمیدی؟ ای پس فطرت. چیپ. چیپ خوش اومدی. من نمیتونم از پله بالا بیام. امیدوارم مزاحم نشده باشه. راستش شنا کردن کار آسونی نیست، به خصوص در آبی که حرارتش 38 درجه باشه. باورم نمیشه هنوزم زنده موندی. همیشه کارمو در حد ظرفیت جسمیم انجام میدم سوفیا. چیپ تو به خونه گرمای خاصی بخشیدی، به خصوص در حال حاضر و در چنین موقعیتی. آخه موضوع فقط اخراج باب نیست. تام و سوفیا هم دعواشون شده. من که حرف بدی نزدم. سوفیا باید با تو صحبت کنم. گوش کن، میدونم که از دستم ناراحتی. نه از دستت ناراحت نیستم. حرفمو بزنم باشه. بالاخره فهمیدم که من نوار اشتباهی تو دوربین نذاشتم. چیپ یه نوار دیگه گذاشته. چی داری میگی؟ راست میگم، اون از همون اول سعی داشت منو خراب کنه. در تمام کارام دخالت کرده. مدرکم دارم چون باسا چهرهش رو صفحه نمایش رایانم هست. تو اینجا پسرم تو بغل تو چی کار میکنه؟ بچه‌م ازش بگی. آروم باش. بچه رو بگیری. نفهمیدم حالا اینجا اومدی که خانواده‌مو ناراحت کنی؟ ناراحت کنه؟ ممکنه بگی چطوری این اتفاق افتاد ها؟ تو واقعا فکر کردی خیلی زرنگی و کسی چیزی رو نمیفهمه ها؟ حسابی همه رو به بازی گرفتی. به همه ثابت میکنم که تو فلشی. تو میتونی راه بری. بس دیگه. خودش به من گفت با صندلی چرخدار حرکت میکنم تا همه دلشون به حالم بسوزه و فکر کنن من فلجم. ولی اون سالمه، اون راه میره. مدرکم داره. پاشو دروغگو. نگاه کنی؟ پاشو باشو کنی. تو میتونی. دیوونه شده. یا بالا مخاره دروغگو. این کارا چیه؟ بابا یه کارشو بگیر. اون نمیتونه را بره. جدی میگی؟ خب حالا معلوم میشه. تام بیا پایین. از این خونه برو بیرون. تام پیداش کردم. وقتی این عکس تام برو پیکارت. باشه میرم. خواستم توضیح بدم. خدای من تام، آخه تو چه مرگت شده پسر؟ آخه این درسته یه آدم فلج از پلا پرت بشه پایین؟ اون راه میره باب. کاملا معلومه که اون نمیتونه فلج باشه، ولی اون باعث شد که شما رو بیرون کنن. ممکنه بگی تو چت شده؟ چیزی نمونده بود اونو بکشی. سوفیا به نظرم بهتره بری. باشه
چیپ بهت اخطار میکنم به پای من نپیچی. خبرهای جالبی برات دارم پسر. تو هم اخراج میشی. برای تو باب متاسفم که از پس این بازی بر نیومدی. آخه تو و همین سادگی هم نیست. میخوای کاری کنم که حسابی فلج بشی؟ میدونم چطوری از افتاد بار میام بچه. این فقط برای یادآوری بود. میدونی چی بیشتر از هر چیزی زجرم میده چی؟ تو واقعا آدم بدی هستی. منظورم اینه کسی نمیتونه تو بدتر باشه. برای اینکه با نشستن رو اون صندلی هر کاری که بخوای میکنی، ولی وجدانت حتما از دست تو در عذابه. میدونی من از چیه تو بیشتر بدم میاد تام؟ تو یه بچه‌ای که ادای مردا رو در میاری. متشکرم ولی اینطور نیست جونم. واقعا جای تاسفه، چون از هر راهی که فکر کنی من تو رو شکست دادم. در محل کار آبروتو بردم، خانواده‌تو بر علیهت کردم. الانم که یه کتک حسابی بهت زدم. بهتره تا دیر نشده از جلوی چشمم بری و دیگه برام دلسوزی نکنی، چون تو نیاز به دلسوزی داری. ولی واقعا دلم برات میسوزه. نه سوزه. حالا معجزه رو ببین. من میتونم بیستم. اینو میدونستم. کاری میکنم که دیگه نتونی راه بری. اکدانتی خودم پوستتو میکنم و توش تا میریزم. تو همه رو سیاه کردی. اگه بفهمن بیچارت میکنم دروغگوی کسی. دارم بهت هشدار میدم دست از سرم بردار. چیزی نداری توم. آخه برای چی تمام عمرت با صندلی چرخدار راه رفتی تا همه خیال کنن تو فلجی؟ چه مشکلی داری؟ ببینم هیچ شده به مردم توجه کرده باشی؟ هیچ شده به کله پولکت رسیده باشه؟ وقتی نتونی راه بری چند نفر برات دلسوزی میکنن؟ راستی که باور کردنی نیست. نمیخواد زیاد فکر کنی، ولی من به اون صندلی احتیاج دارم. آخه در 14 سالگی تصادف کردم و وقتی بعد از چند هفته رفتم به دبیرستان همه بهم توجه زیادی میکردن. تازه یه چیزایی هم دستگیرم شد. خیال کردی من به کسی نمیگم که تو چه حق بازی هستی؟ همین اواخر بود که یه آدم فرجو از راه پلا پرت کردی. کسی حرفاتو باور نمیکنه. در ضمن وقتی منو از پلا پرت کردی همه ورزش رسمی که بلد بودم در مغزم زنده کردی. بهتره که تو کوتاه بیای. امکان نداره تو برنده بشی پسر. فردا سر کار میبینمت، البته اگه بتونی راه بری. خداحافظ کوچولو. الو آقای چیپسندرس؟ بله. من اسمم مونروه، مدیر اجرایی برنامه‌های آژانس در بارسلون. شما سوابق خریدتون رو برای من فرستاده بودید، درست میگویم یا نه؟ بله درسته. الو خواهش کرد دوباره گفت. خیلی عالی هست، ازتون تشکر کرد. یک دقیقه اجازه بدید تا عرض کنم. بر اساس این سوابق کارتون واقعا خارق‌العاده است. نمودار یک نبوغ ذاتیه، به خصوص برنامه گوجه فلکی. بله تشکر. گراتسیا. بذارید بریم سر اصل مطلب. ما شما رو به عنوان مدیر برنامه‌های سازندگی و خلاقیت انتخاب کردیم. لطفاً اگه ممکنه هر چه زودتر به بارسلون بیایید. البته حتما. خیلی تشکر. با اولین پرواز حرکت کرد. تام وولوین اینجاست. ترتیب یه جلسه رو دادم که شاید خودت هم بدونی جلسه در چه موردیه. به هر حال کلیه کارکنانم هستم. لعنتی. تام سوفیا رو ندیدی؟ نه رفته بودم بیرون. وقتی برگشتم اون رفته بود. تو حالت خوبه؟ باید یه نکته رو به شما بگم. نوار وزلی در آتش سوزی از بین نرفته. راستش من اونو صافی دیشب منو در جریان گذاشت. حرفی رو به اون گفتم که حالا به تو هم میگم. تنها کسی که موجبات اخراج منو فراهم کرده منی بود. آتش سوزی رو من راه انداختم ولی تصادفی بود. نمیدونستم. شمالتون خوبه؟ تعمیر آگهی چیپ به وولوین کار درستی نبود پسر. از اعماق فکرم احساس میکردم که همش مزخرفه. مزخرفم بود با جدی؟ آدم بله مزخرفه. مزخرفه. حق با تو پسر، حق با تو. صافی هم پی برد که تو چه حق بازی هستی. همین خودش دنیا میارزه. متشکرم با خدای من تام بهتری همون بگیری. معذرت میخوام.
برو حسابی از خجالتش در بیا. بهتره طوری هدایتش کنی که از سمت چپ راننده مقابل حرکت کنه. توقش یه خورده تاب برداشته. خب وزلی، کافیه که تو پای این ورقه رو امضا کنی. اون وقت برای خودت یکی از مردان ثروتمند میشی. فهمیدی؟ مواظب باش بستنی روی قرارداد لکه نکنی. این کارو نکن وزلی. خیلی به موقع اومدی. توم چه بلایی سرت اومدی؟ خواهش میکنم همتون به خاطر منم شده یه دقیقه حرف نزنی. وزلی، پدر وزلی و تو صوفی، میدونم که آدم محکمی نبودم، شاید یه همسر ایدئال نبودم، ولی در عوض خودخواه و بیکاره بودم. نمیتونم سر کاری دوام بیارم، شاید به هر چیزی زیادی گیر میدم، اما با تمام اینا دربارم یه چیزی گفتید که کاملا درسته، چون هر چی باشم آدم مزخرف و حق بازی نیستم. ولی این آقا منو داره خراب میکنه. اون یه آدم روانی خطرناکه، مهمتر از همه این که میتونه رو پاهاش بیسته. صوفی، خودم اینو با چشمام خوشبختانه از نظر من هیچ مدرکی در دست نداری که حرفتو ثابت کنی. میدونم باور کردنش برای تو مشکله، ولی قبول کن راست میگم. میخوام به من اعتماد کنی. تام، برای چی من خواستم تمام عمر خودم رو فلج معرفی کنم؟ تا تو شروعی شب عید بتونم ماشینمو تو پارکینگ پارک کنم؟ الو؟ لطفاً یه دقیقه گوشی رو نگه دارین آقا، خواهش میکنم. این تلفن مربوط به کاریه که آرزوی منو برآورده میکنه. اینم آژانس مسافرتی که برای بلیطم تلفن کرده تا بتونم سر کاری برم که زیاد انتظارشو کشیدم. به من که خیلی خوش میگذره. ببخشید، لطفاً بلیطو به محل کارم بفرستید. گفتم این کارو بذار به عهده منم زندگیمونو دوست دارم. خب دیگه فکر کنم وقت خداحافظی دوستم. خدای من، باورم نمیشه. تام، تو امکان نداشت بتونی چیزی رو علیه من ثابت کنی. آقا، اگه اشکالی نداشته باشه میخوام همین امشب پرواز کنم. البته آقای شوب، وقتی رسیدید یک لیموزین در فرودگاه هست. وقتی به سلامت استراحت کرد خودم شخصا به ملاقاتتون میام. بهتر از این نمیشه. همه چیز مرتبه؟ خوشبختانه بله. موفق باشید چیپ. این من نیستم که احتیاج به موفقیت دارم تام، بلکه تو هستی که محتاج موفقیتی، چون باید بقیه عمرتو تو یکی از عقب مونده ترین شرکت‌های تبلیغاتی پادویی کنی. منو ببین چه حال خوشی دارم. بفرما تماشا کن. پدرم صحبت کردم، موافقت کرده که همبرگر جدید رو بخورم که البته با استفاده از خیارشور خوشمزه خوردنش لذت بخشتره. تو جشن تولدم هم هر لباسی که بخوام میتونم برای اجرای برنامه‌ام بپوشم. شایدم روزی این همون خیارشور معروفی باشه که گفتم کاملا میشه سر تا پاشه. راستشو بخواین یه خورده بلندتر از همبرگر بود، ولی باور کنین که خیلی خوشمزه است. کات عالی بود وزلی. برای استخدامت یه هدیه آوردم. جدی؟ یه توپ گم. آها جوغی گردم. چرا باید توپ خودمو بدم بهتون؟ سلام آقا، میشه در رو نگه دارین؟ سینیور دو پا فلجم، میدونید چرا اینقدر عجله داری؟ نکنه قرارت دیر شده؟ این لگدر چطوره؟ ممکنه اینو برام نگه دارین؟ خواهش میکنم، من طبقه 4 کار میکنم. من چیپ ساندرز هستم.
باید چند بار تکرار کنیم تا کار خوب از آب در بیاد. به این صورت. چه جالب است. خب دیگه باید بریم. چقدر قشنگ است. تام بیا اینجا نگاه کرد. کدومو؟ تمام شد. جدی؟ حالا به برنامه بعدی توجه. خوبه خوشت میاد. برداشت بعدی آماده باشین. بچه خیلی خوبیه. جاشم راحته. چقدرم راحته. بله صندلی خوبیه. منم همین فکرو داشتم. خوشحالم اینو میگی. دفعه سوم بس دیگه. ببینم این بوی جوراب توه. شروع میکنیم.